خدا این همه این عبادت‌هایی که در طول این ماه‌ها میشه همش میراث حضرت ابراهیم علیه السلام است و بزرگترین میراث حضرت ابراهیم خداپرستی و شریک نآوردن به خدا است که خدا در سوره توبه میگه وعدة من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. از آن است اعلام کنید روز حج اکبر این که الله تعالی و پیغمبر خدا از مشرکان بیزار است. کسی که به خدا شریک می‌برد، فالبین به کسی که میرد شرک آورده است، قصیده خوان میرد شرک آورده است، کینه‌چی میرد شرک آورده، همه اینها کافر هستند چون که همه اینها عملهای کفر میکنند. فالبین و جادوگر و قصیده خوان و بربانان طبیب و ملای پهنشار اینها همه اینها کافر است اگر با همین واسطه های جین اگر عمل میکنند. بنابراین اینها ورقه شرک است و بسیار عملهای شرکی ما داریم که خدا میگه که روز حج اکبر برای تمام مردم اعلام کنه که خدا و پیغمبر خدا از مشرکان بیزار است و خدا چیزی را شریک نمی‌آورد. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما مکان خانه خدا را به ابراهیم مهیا کردیم. گفتیم ابراهیم در اینجا خانه بساز، الا تشرک بی شیئا، با من چیزی را شریک نمی‌آور، و طهر بیت للطائفین و القائمین، خانه مرا تازه کن به شخصانی که طواف میکنند و نماز میگزارند و عبادت میکنند. خدا گفت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو ای پیغمبر خدا نماز من، قربانی من، زندگی من، موت من، حیات و وفات من برای پروردگار است، لا شریک له، خدا شریک ندارد. و بذلک امرت انا والمسلمین، من به این امر شدم و اولین مسلمانان هستم. فصل لربک وانحر، قربانی و نماز را فقط برای خدا کن، برای کشایش کار و لبهای آب جینها پیش آب نگیرد، کشت کارها پیش شود، خوش شود. گفته اگر قربانی کند کافر میشد. شافیان‌های راننده ها کجاها قربانی میکنند که یعنی که نقلیات ها صدمه ها کم شود و جینها خبر نرساند کافر میشد به سبب قربانش. با دنبال خبر کردن میتونید نعوذ بالله. این شرک است. شما روزی عیدی قربان میکنید، نه روزی که در سرشوی کارها برای رازگی جین یا در عبادت ساختن به زیر فایده و قربانی کردن کفری محض است، کافر میشد. کسی که در امارت بنیادش اگر قربانی کند برای رازگی دریافت جین و کدام ملا با ملا فالبین رفتن که مرغ سیاه یا بسران کشته و کافر است. اون قربانی که به بسم الله میکشید کافر میشه. باید به نام الله قربانی کرد. بسم الله الله اکبر، قصابای ما یک دوسه گفته میکشید یا بسمیل گفته میکشید. بسمیل معنی ندارد، معنی بسمیل به نامی. به نام کی؟ بسم الله شود به نام الله میشه. این چیزای دامن. قربانی باید برای خدا باشد. خدا میگه که حنفاء لله غیر مشرکین به، شما به سوی خدا میل کنید، شریک نمیارید به خدا کی را. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق. کسی که به خدا شریک میاره حقی اصل زده میمونید. بچه‌ها تو گزمالچوقش هستش، همش شرک است. تومار دارد شرک است. من تعلق تمیمة فقد اشرک. کسی که به گردنش تومار کند در حقیقت به خدا هم تومار شریک آورد. گویا که تومار بدن و عصبی شما دور میکند، گویا که تومار چشم مردم از شما دور میکند. نمیتواند غیر خدا دیگر یکم کسی نیست که ضرر از شما دور کند، بدی دور کند، چشم دور کند. فقط الله تعالی باید بنده علاقه زشت با پروردگار عالم داشته باشد. اینا همه شرک است. کسی که به خدا شرک میگیرد مثالش مانند یا آدمی که از آسمان پرتافته میشود. تصور کنید از آسمان آدم پرتافته شود، به زمین وقتی که میافته چگونه میشود؟ کسی که شریک بیارد با خدا مثالش مانند یا آدمی که از آسمان پرتافته شد، ثانی آمده پرونده های لاشخور روی خورده پریده رفتن، یا اینکه شما هر ساعت استخوان‌هاش بود. یعنی همین گونه یه سوال شده میگه مشرکان. پیامبر خدا گفتن که بهترین دعای روز عرفه است. و بهترین دعایی که من رو تمام پیامبرهای ما تقدم کردیم، لا اله الا الله وحده لا شریک له، غیر الله تعالی دیگر خدای برحق، معبودی برحق نیست، خدا شریک ندارد و هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی بر همه کار قادر است. این دعای تمام پیامبران است. روز عرفه روزی است که یگان روز مثل روز عرفه خدا مردم را از آتش دوزخ زیاد نجات نمی‌دهد. خدا در سوره نحل میگوید که ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا
و ما کان من المشرکین. ثانی که با پیغمبر خدا امر کردیم که پیغمبر مسلمان‌ها شما پیروی از ملت ابراهیم کنید، مانند ابراهیم عمل کنید. در دیگر جامعه یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفی نفسه، از ملت ابراهیم مگر شخصای الله روی میگرداند. خداوند گفت که قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ملت ابراهیم به پیروی ابراهیم مشرک نبود. این خلاصه ایام حج، ایام عمره، ایام ذوالحجه، عبادت قربانی، همه این میراث از حضرت ابراهیم علیه السلام است. پیروی به ابراهیم خلیل الله